اون خونه جوری منفجر شد که محال چیزی از لاشه اون کامپیوتر به دست بیاد. کریمی دوستای با نفوذی تو بخش حساس کشور داره که ظاهرا اطلاعات محرمانه زیادی بهش میدن. چند تا از منابع به اون آدرس برات ایمیل میزدن؟ امکان حذفشون هست. حذفشون کن. بشین روزانوات. آقا چی شد؟ کریمی کاشفی. حیف کاش لااقل یکی این دو نفر زنده میموند. بچهای سایبری لپتاپ کریمی رو تخلیه کردن. رسول رفت دنبال گزارشش. حذف این دو نفر یعنی که سرویس میدونه که ما به اطلاعات هارد سوخته شریف دسترسی پیدا کردیم. درسته؟ شریف چک کرده بود که ما روش سواریم. برای همین با عجله جمع کرد و فرار کرد. حتی فراموش کرد هارد سوخته رو با خودش ببره. سرویس هم ریسک نکرده چون میدونه که ما توانایی بازیابی اطلاعات هارد رو داریم. و این دو تا مفهوم مهم داره. اول اینکه ما از طریق این دو نفر میتونستیم به اطلاعات خیلی خوب از ابراهیم شریف برسیم و دوم اینکه سرویس الان بیش از پیش هوشیاره که ما نتونیم به عوامل و سرشبکه‌اش دست پیدا کنیم. چی شد؟ آقا بچهای سایبری دیتا رو تحلیل کردن. هم لپتاپ کاشفی هم ایمیلایی که از کریمی به دست اومده. توی ایمیلایی که آقا از کریمی رمزگشایی شده تعداد خیلی زیادی ایمیل به شخصی که احتمالاً ابراهیم شریف پیدا کردیم. البته هنوز همه ایمیل‌ها رمزگشایی نشدن ولی آقا این احتمال رو میدیم که ابراهیم شریف افسر هادی کریمی بوده. منطقیه. با تحلیل نقشه‌ای که تهیه کردیم آقا متوجه شدیم بیشتر دستورکارا توی مقطع زمانی به خصوص صادر شده. و اون چه مقطعیه؟ غالبا تو زمان مذاکرات برجام. بعدش یه ایمیل‌ها دستوری نبوده، بیشتر دریافت اخبار از کریمی و کاشفی توسط ابراهیم شریف بوده. و دستورکارا چی بودن؟ آقا ابراهیم شریف تو چند بستر مختلف فعالیت میکرده. خب مأموریت اولش ایجاد تنش بین شیعه و سنی تو شرق کشور بوده که خوشبختانه موفق نشد و هممون در جریانش هستیم و پروندهش هم موجوده. مأموریت دومش هم دریافت اخبار بوده که البته یه قسمتی از این مأموریت رو به کاشفی و بخش عمده‌ایش رو به کریمی واگذار کرده بوده. جالبه. چرا سرویس باید شریف و واسطه خودش بکنه؟ اصولا هر چقدر اطلاعات بیشتر دست به دست میشه احتمال انحرافش هم بیشتره. پس برش باید یه همچین آدمی رو بیان بزن بین خودشون و منابع اطلاعاتی. شریف احتمالاً نقشی سرشبکه رو تو منطقه بازی میکرده. یه نفر که اطلاعات از منابع مختلف جمع میکنه، یک کاسه‌شو میکنه و تحویل سرویس میده. اینکه طرف غربی مذاکرات از مباحث اقتصادی محرمانه تیم مذاکره کننده ایران مطلع بود و همیشه یه گام جلوتر بودن نشون میده که پای منبع بزرگتر هم در میونه. کاملا درست میگه. کسی که بالاتر از کاشفی و کریمی فعالیت میکرد. شبکه سازی یعنی این. یعنی سرویس مسیر تبادل اطلاعات رو طولانی‌تر کرده که ما گمراه شیم و متاسفانه تو این مورد درست عمل کردن. وقتی ما داشتیم کیس عبدالرسول اشرفی رو بررسی می‌کردیم هیچ ردی از شریف ندیدیم. آقا اینم پرینت ایمیلای کریمیه که بیشترش خرید اینترنتی بلیت پروازهای خارجی بوده. خب بچه‌ها این پروازها رو چک کنید ببینیم که توشون به اسم مشترک می‌خوریم یا نه. یا علی. دلت میخواد به من زنگ بزنی حال منو خراب کنی. کمک کن پیداش کنم. کی من؟ چرا فکر میکنی من میتونم؟ چون تو ماها زندانی سازمانشون بودی. خودت گفتی این آدم بازجوی تو بوده. شب عملیات تبادلم اون رئیس بوده. خب که چی؟ تو آدم باهوشی هستی مایکل. حتما یه نکته دیدی که بتونه ما رو بهش برسونه. چرا من باید نشونیش بلد باشم؟ ببین اون مثل سایه است. تو نمیتونی پیداش کنی هیچ وقت. اوکی؟
هیچ وقت. اگه چراغ و جایی درست قرار بدی سایه ها هم قابل کنترلن. دیوونه شدی؟ میخوای پیداش کنی که چی بشه؟ چرا میپرسی؟ چون برام جالبه که همچین ریسکی میخوای بکنی. فکرش بکن اگه ماجرا برعکس شد چی؟ اگه تو داری دنبال ممت میگردی و اون تو رو پیدا کرد چی؟ پیدا کردن و نفوذ به یه مأمور امنیتی یعنی باز کردن یه پنجره به دیوار ساختار اطلاعاتی یک کشور. چرا از این فرصت استفاده نکنم؟ عالیه. پس تو میخوای ممت رو دوبل کنی آره؟ تو معرکه ای دختر. ببین تو هیچی از مامورای اطلاعاتی ایران نمیدونی. هیچی. فکر کن مایکل، فکر کن. هر چی در موردش یادت میاد رو مرور کن. حتما یه راهی هست. یه راهی که بتونه ما رو به محمد برسونه. فکر کن لعنتی. نمیدونم این چیزی که میخوام بهت بگم چقدر به دردت میخوره، ولی به نظر من مهمه. من هرچی درباره افراد حاضر تو اون مراسم تبادل یادمه من خودم بهت میگم. شاید بتونی خودت از توش یه سرنخی از ممت پیدا کنی. اوکی؟ برای بگو گوش میکنم. حسابداری باید اطلاعات مشتریاشون رو به صورت کامل در اختیار داشته باشن، وگرنه ارائه خدمات حسابداری غیرممکن میشه. بر همین اساس همین شرکت PwC که بنده براشون کار میکنم به عنوان دومین شرکت بزرگ ارائه دهنده سرویس های خدمات حسابداری و مالیاتی جهان با توجه به فعالیت در 157 کشور و داشتن بیش از 184,000 کارمند یکی از بزرگترین بانک‌های اطلاعات مالی و اقتصادی دنیا رو در اختیار. بفرما محمد. آقا مزاحم نیستم؟ اصلا بیا تو. دارم اعترافات عبدالرسول اشرفی رو میبینم. بشین. راحتم آقا. ببین محمد، یه حسی به میگه اشرفی میتونه حلقه گمشده خیلی از کیسامون رو به ما معرفی کنه. آقا بر چه اساسی به این نتیجه رسیدین؟ داشته‌های ما نشون میدن منابع ابراهیم شریف با توجه به ارتباطشون با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امور بین‌المللی ایران اطلاعاتی رو در مورد مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1 دریافت میکردن و قطعاً اون رو به سرویس تحویل میدادن. از طرف اشرفی که خودش به عنوان جاسوس در مذاکرات شناسایی دستگیر شده، هیچ ردی از رابطش با شریف اساساً وجود نداره. اگه یادت باشه توی کیس اشرفی یه ایمیل بود که گیرندش رو شناسایی نکردیم. بله یادمه. الان که ایمیل های شریف استخراج شدن، یه راست به همون آدرس و همون ایمیل رسیدیم. پس یعنی شریف و اشرفی اطلاعات رو هر دو به یه ایمیل مشترک میفرستادن. درسته. حداقل یه بار این اتفاق افتاده. و همین یک بار کافیه درسته؟ دقیقاً درسته. با توجه اینکه اشرفی از طریق PwC برای انگلیس کار میکرده، میشه این نتیجه رو گرفت که هر 2 نفر عملاً به سرویس انگلیس مرتبطن. با این حساب ما باید دنبال یه جاسوس دیگه تا یه مذاکره کننده ایران باشی. به نظرم منطقی پرونده اشرفی رو هم از این زاویه بررسی کنیم. آقا حکم اشرفی اومده؟ نه هنوز نه. بشین. خب من در خدمتم. چطور اومدی؟ چیکار داشتی؟ عرض کنم به خدمتتون که
سلام سردار، خیلی خوش آمدی. خسته نباشید، بفرمایید. سلام اومد. خب آخرین وضعیت یه نفکش انگلیسی مسیر دریانوردی خودش رو طبق مقررات جهانی دریانوردی ثبت نکرده. مبدا و مقصدش هم معلوم نیست. از کجا حرکت کرده؟ منابع محلی گزارش دادن از امارات حرکت. یا موقعیتش؟ اینه سردار. تخلف دیگه هم غیر از این داشته؟ 2 بار بدون اجازه وارد آبهای سرزمینی ما شده. به دقت زیر نظر باشه. از این به بعد کوچکترین انحرافی به سمت آبای ما داشت منو در جریان بذار. حتما. فرمانده نیروی دریایی ارتش رو بگیر. چشم سردار. امیر تلفن با شما کار داره. سردار پشت خط هست. سلام سردار. سلام امیر. روز بخیر. روز شما هم بخیر. گزارش گشتاتون رو دیدم، خدا قوت. در کل وضعیت چطور می‌بینی؟ توی این 2 هفته ناوای جنگیشون رو در شمال اقیانوس هند بیشتر کردن، اما آرایش جنگی نگرفتن. فقط مراقبتشون از نفتکش‌ها بیشتر کردن. بله مطلعم. تقریبا میشه گفتش هر نفتکش رو با یه ناو اسکورت میکنن. طبق اطلاعات واصله ناوا تیم پشتیبانی هم دارن، درسته؟ بله، ناوگان امریکا. مختصات ماهواره‌ای به ما اینجا نشون میده در دریای عمان آرایش جنگی نگرفتن. سردار خلیج فارس چه خبر؟ شما با بحرانی روبرو نیستین؟ نه اصلا. فقط یه نفتکش انگلیسیه که تخلفاتی داره که قطعا باهاش برخورد میشه. با توجه به هماهنگی‌های قبلی شرایط پشتیبانی از عملیات شما توسط ارتش مهیاست. ممنون امیر. خسته نباشید. موفق باشید. This is British warship Foxtrot 236. I am trying to assist. This is Japan warship and I order you, do not interfere in my operation. This is my last warning. Over. As I see, there is a helicopter flying in this vicinity. Is that belonging to you? Over. Let's have a Navy warship. This is British warship Foxtrot 236. Affirmative, sir. I have an aircraft operating in the vicinity. Over. This is Sapa Navy warship. You are ordered to land your helicopter immediately. I am conducting my routine operation in order to defend our national sovereignty and also defend our territorial waters. You are ordered to alter your course and keep well clear of me. Over. Order to turn on your AIS immediately and hoist your flag. And also alter your course to a starboard side and keep well clear of Iranian territorial waters immediately. Over. Okay, Iranian warship, I'll do that. Thank you. سردار. بله. اینجا رو ملاحظه بفرمایید. چی شده؟ این کشتی هنوزم سیستم AISش خاموشه و داره دوباره میاد به سمت آبای ایران. مشخصا. این همون نفتکش انگلیسی استیناست که مسیر خودش رو ثبت نکرده. مسیر حرکتش تو لاین خروجیه که میتونه حادثه ایجاد کنه. الان هم گزارش شد تو مسیر خودش با یه لنج ایرانی برخورد کرده و بی اهمیت به قوانین بین الملل به مسیر خودش ادامه داد. از نفرات لنج هم هنوز خبری. موقعیت 26 درجه و 45 دقیقه شمالی، 56 درجه و 31 دقیقه شرقی. البته میزان ورودش به آبهای ما هر گونه ورود به آبهای ما تجاوزه.
آغاز عملیات رو اعلام میکنم. سرهنگ پایگاه جزیره رو برام بگیر. چشم سردار. یگان پهبادی به سمت مختصات ارسالی وارد عمل شید. عملیات پشتیبانی رو اعلام میکنم. ناوشکن جماران حرکت به سوی هدف از پیش تعیین شده. Coalition warship, coalition warship. This is Iranian warship. Coalition channel 1-6. During your موتورخونه با حد اکثر سرعت جهاز حرکت سرعت هدف 12 گرفت، سرعت ما 18 گرفت. کنترل کمتر بفرمایید با حد اکثر سرعت یگان موشکی آماده شلیک.
صداشو کم کن میناد، تمرکزمو به هم نزن. خبر فوریه. ایران یه نفتکش انگلیسی رو تو خلیج فارس توقیف کرده. چه خبر خدا؟ داره جنگ میشه؟ الکی گرفتنش. یه دقیقه هیچ نبود. میخوان توقیف نفتکش ایرانی رو تلافی کنن. گروکشیه. چطوری لطی؟ سلام محمد علی. چطوری؟ ببین BBC داره خبر توقیف نفتکش انگلیسی رو پخش میکنه. آره دیدمش. ایرانی‌ها کار خودشونو کردن. البته من که منتظر واکنش ایران بودم ولی فکر نمی‌کردم توقیف رو با توقیف جبران کنن. اونجا واکنشون چطوری بود؟ فکرشو نمی‌کردیم ایران جرأت همچین کاری رو داشته باشه. کی فکرشو می‌کرد ایران با 4 تا قایق و یه هلیکوپتر کشتی ملکه الیزابت رو توقیف کنه؟ ولی خب وقتی پای سیاست در میون باشه هر اتفاقی ممکنه. به نظرم تو هم بیشتر مراقب باش. من چرا؟ به هر حال تو هم به عنوان یه تبعیه انگلستان تو کشور متخاصم باید مراقب باشی. نگران نباش بانو، من زدم به شاهلوله به قول ایرانی‌ها. شاهلوله؟ چه عبارت جالبی. نشنیده بودم. باشه فعلا اونو فراموش کن تا بعد. الان برای یه مورد دیگه با تماس گرفتم. ما رو یه جا که تنها باشیم میخوام باهات صحبت کنم. اوکی. خیلی خب بگو تنها. تو خیلی ها رو توی وزارت خارجه میشناسی. خب این مرد رو میشناسی؟ درست بگیر. دستتو تکون نده، بذار من واضح ببینم. وایسا. چهرهش که خیلی آشناست. سب کن. آره فکر کنم میشناسمش. فکر کنم کارمند وزارت خارجه است. اسمش هم هادیه، باید هادی باشه. هادی صابونی یا صابونچی هم چیزی. باید بهش نزدیک شیم. من ازش اطلاعات بگیریم. شب تبادل مایکل هاشمیه. دقیقاً همون شبی که برجام امضا شد. این مرد به نمایندگی از وزارت خارجه توی سالن تبادل فرودگاه بوده. اون شب با مأمور سازمان امنیت، همون که مسئول تبادل مایکل بوده، جوری حرف زده که نشون میده میشناسدش. اسم مأمور چیه؟ محمد صداش میکنن، فقط همینو میدونم. خب دیگه چی میدونی در موردش؟ یه عکس ازش دارم که برات فرستادم. میخوام از طریق همین مرد بهش برسی. خیلی مهمه محمد علی، باشه؟ متوجهی؟ آره میدونم. باشه خبرت میکنم. فقط ببین لطیم یه چیز خیلی مهم. ببین بعد از کشته شدن کریمی و کاشفی رسما سازمان امنیت میتونه رابطه‌شون رو با من هم کشف کنه. بعید میدونم. اگه پیدا کرد کشف کرد چی؟ اون دو نفر قبلا تو یه سری از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های بین‌المللی کشور حضور داشتن. تو هم که مشاور عالی هستی، پس طبیعیه که گاهی با هم تماس داشتیم. نمیدونم ولی نگرانم. به جای نگرانی هوشیار باش. ما تنهات نمیذاریم. باش. منتظرم. بای. بای. دفتر ارتباط با آمریکا و شرکت‌های گروهی که به دولت‌ها تصمیم گرفتن چون با خروج از آمریکا خوبه. خیلی سلام علیکم. آقای دکتر ببخشید. بله خواهش می‌کنم. این نامه رو قرار بود امضا بفرمایید. چی هست؟ همون که توضیح دادم خدمتتون. آقای دکتر تلفن با شما کار دارم. باشه الان میام. بفرمایید. ممنونم آقای دکتر. متشکرم.
سلام خانم. معذرت. قابل شما نداره از خانم. بفرمایید. نه متوجه عرض بنده نشدین. ببینید آقای دکتر من یه لحظه گوش حضورتون. باز بخوام مهمان دارید. بفرمایید. خیلی ممنون. متشکرم. سلام علیکم. سلام، احوال شما؟ صابونچی هستم. من کاری داشتین؟ قربان شما. تشریف بشین یا خدمتتون. عرض می‌کردم قربان. ببینید من به عنوان مشاور اول باید خودم توجیه شم، بعد تحلیلم و خدمت شما و مقامات ارائه بدم. شما فقط یه محبتی بفرمایید، هر چی سند و مدرک تو این زمینه است برام ارسال کنید، من مطالعه کنم بعد بتونم کمک کنم. متشکرم. پس منتظرم. قربان شما. خداحافظ. جناب آقای صابونچی خیلی خوش آمدین. ممنون. زنده باشید. ارادتمندی. الان میام خدمتتون. خب خواهش می‌کنم بفرمایید. چون میدونم هر دومون خیلی گرفتاریم سری میرم سر اصل مطلب. همونجور که میدونید من به عنوان مشاور رسانه و دیپلماسی عمومی با وزارتخونه همکاری میکنم. بله در جریان هستم. اتفاقا بسیاری از تحلیلایی که در زمان مذاکرات انجام میدادین رو هم مطالعه کردم. به چه عالی. پس اینجوری خیلی راحت میتونیم با هم حرف بزنیم. در خدمتتون هستیم. خدمت از ماست. ببینید من مسئول راه اندازی یک سایت اطلاع رسانی شدم که قراره برخی از اخبار توافق رو منتشر کنم. برای این کار نیاز به آدم‌های مورد اعتماد و متخصص دارم. از جناب عالی هم دعوت کردم که تشریف بیارین اینجا به همین منظور. اگه کمک ازم بر بیاد حتما. خواهش میکنم. حتما برمیاد. ببین جناب صابونچی من قبلش مسئله خیلی مهم و خدمتتون عرض کنم. ببینید حضور شما تو این مجموعه یه فعالیت شغلی کاملا مجزا محسوب میشه و بابتش حقوق جداگانه ای دریافت میکنین. پس لطفاً ابدا به عنوان یک کار تفننی بهش نگاه نکنید. بله ممنون. خواهش میکنم. عرض کنم که این همه زمینه‌های فعالیت سایتی که قرار راه اندازی کنیم. خدمت شما لطفاً دقیق مطالعه بفرمایید که بتونیم راحت‌تر با هم صحبت کنیم. ببخشید که میپرسم. شما توی وزارتخونه دفتر دارین؟ دفتر که نه، ولی هر از گاهی سر میزنم. البته اکثرا اینجا میروزا. اینجاها دنبالم بگردی راحت پیدا میکنی. باشه اگه اجازه بدین پیش من باشه یه بررسی داشته باشم. نتیجه رو حتما بهتون اطلاع میدم. خدمت شما باشه. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. ممنونم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. جناب صابونچی یک مسئله الان به ذهنم رسید. ببین همونجور که مطلعین حساسیت رو برجام خیلی زیاده. از اون برم مخالفین بی سواد تو جناح‌های مخالف سیاسی بیکار نمیمونن. ما مطمئناً بعداً تو فضای مجازی دچار حاشیه‌های زیادی میشیم. من فکر میکنم اگر از الان یه آدم متخصص تو زمینه عملیات روانی کنارمون باشه خیلی میتونه بهمون کمک کنه. شما کسی رو با این مشخصات سراغ نداری؟ دقیقاً باید چی کار کنم؟ ببینید باید مراقب باشه که اطلاعات سایت یک جوری رسانه‌ای نشه که مخالفین توافق ازش به عنوان حربه تبلیغاتی علیه خودمون استفاده کنن. مثلا یک فرد اطلاعاتی. خب مشکلی نیستش. شما از نهاد اطلاعاتی میتونید درخواست کنید که یک نفر بهتون معرفی کنن. نه من نمیخوام اون قضیه ذره بین قرار بگیریم. نیازی هم نیست. میگن حالا ببین چه خبره، میخوان چیکار کنن که از نهاد اطلاعاتی کمک گرفتن. یه فکر دیگه الان یهویی به ذهنم رسید. من تو سوابقتون خوندم که شما زمان تبادل مایکل هاشمیان اونجا حضور داشتین، درسته؟ اون شب من نماینده وزارت خارجه بودم. خب چه عالی. حتما کلی مأمور اطلاعاتی میشناسین؟ کلی که نه، فقط یک نفرشون رو میشناختم. به نظرم از حراست وزارتخونه خودمون درخواست کنید که بی سر و صدا کمکتون کنن. نه نمیخوام رسمی باشه، میخوام از بیرون مجموعه اتفاق بیفته. همون که گفتی از تیم اطلاعاتی تبادل بود، اونو میشناسی؟ شدنیه؟ والا نمیدونم شدنیه یا نه. تخصصش چی بود؟ خارجی یا داخلی؟ فکر کنم اطلاعات. اون شب مسئول تیم تبادل بود. خارجی میشه؟ به نظرم گزینه خیلی خوبیه. کسی که همچین مسئولیت سنگینی رو به عهده‌اش گذاشتن خیلی قابل اعتماد میتونه باشه.
پس آقای صابونچی شما یه لطفی کنید، شماره این آقا رو با مشخصاتش به من بدین، من بگم دعوتش کنن بیان دفتر. شرمنده، نه اسمشو میدونم نه شماره ازش دارم. خب پس چجوری پیداش کنی؟ همسرش هم اینجاست. چی؟ همسرش همکار خانم منه. یه بارم در یکی از ماموریت‌های خارجی یک نفر سعی کرد بود به اطلاعات لپتاپ خانمم دسترسی پیدا کنه. خانمم به همسر این آقا گفت و اونم شوهرش رو دعوت کرد وزارتخونه و در این مورد باهاش مشورت کردن. خب چه عالی. همسرش هم که همکارمونه، پس خیلی میتونه قابل اعتماد بشه. گاهی میبینمش که میاد دنبال خانمش. میتونم هر وقت دیدمش باش طرح موضوع کنم. حالا اومدیم شما حالاها باش روبرو نشدین، شما لطفا از طریق همین خانم پیگیری کنید. اسم فامیل خانمشون رو لطف کنید بگید من یادداشت کنم. اسمشون خانم خدا کنه جنگ را نیفته. نترس، انگلیس‌ها ترس‌تر از این حرفان که جرأت جنگ داشته باشن. من برم امضای اینا رو بگیرم دیگه امروز تمومشون کنم. عطیه جان، بله بی زحمت داری میری امضای اینم از آقای دکتر بگیر. دست درد نکن. سلام، احوال شما؟ سلام، احوال شما؟ خوبی؟ سلامتی؟ بفرمایید. موساپور بعد تازه از همون پرونده قبلیه، البته با روی کرده انگلیسی. اون موقعی که پرونده گاندو دسته زمانش نرسیده بود که روی این پرونده کار کنیم. اون موقع اولویت مایکل هاشمیان بود، حالا اولویت اسمش هرچی میتونی ازش اطلاع برام به دست بیار. خانم حسینی برسونمتون. این پروازات فاصله‌های زمانی بین 1 تا 2 هفته پیش از 3 دور از مذاکرات برجام انجام شدن. هر 3 پرواز. میگفت اجازه بدید دروازه‌های جهان رو ایران باز بشه. باز شد. قدرت دفاعی و به خصوص توان موشکی ما زمین اصلاش فکر کنن.